سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به دومین ویدیو از پلیلیست بررسی قانونهای پراپفرم ها. توی این ویدیو میخوایم قانون ریسک شناور رو بررسی کنیم و ببینیم که دقیقاً منظور از ریسک شناور چیه و چجوری محاسبه میشه. دقت کنید توی قانون ریسک شناور که حالا بعضی از پراپفرم ها فقط دارن و همشون شامل این قانون نمیشن، شما هنگام باز کردن معاملاتتون باید دقت کنید که توی یک معامله یا چند معامله‌ای که همزمان باز هستن بیشتر از 2% حسابتون توی ضرر نره. یعنی چی؟ فرض کنید که مثلا یک اکانت $10,000 از یک پراپفرم تهیه کردید که قانون ریسک شناور 2% رو داره. خب این به چه معنیه؟ یعنی این که شما توی یک معامله یا چند معامله همزمان بازتون فقط میتونید که تا $200 ضرر کنید. و چرا؟ چون 2% اکانتتون میشه $200. و برای اینکه این قانون بتونید رعایت کنید و دچار نقض قانون نشید، بهترین راهکارش استفاده از اکسپرت های مدیریت سرمایه است که اتفاقا یک پلیلیست هم توی چنل داریم که دقیقاً بررسی مربوط میشه به بررسی اکسپرت های مدیریت سرمایه. داخل اون اکسپرت ها رو بررسی کردیم و میتونید از بین اونها یک اکسپرت رو انتخاب کنید و همه این اکسپرت ها این آپشنی که من میگم رو دارن و اون آپشن مدیریت ریسکتونه و شما چه بر اساس درصد ریسک معاملاتتون رو باز کنید و چه بر اساس دلار ثابت از طریق اون اکسپرت ها میتونید کامل مدیریت کنید که شامل قانون ریسک 2% نشید. و پیشنهاد من اینه اگه مثلا یک پراپفرمی قانون ریسک شناور 2% رو داره، شما مکسیموم 1.5 تا 1.75% رو در نظر بگیرید، چون مشخص کردن ریسک معاملات تلرانس داره و ممکنه که اون وسط با یه تلرانس کوچیکی این ریسک شناور شما نقض بشه. برای همین مثلا اگه من توی اکانت 10K هستم، خیلی راحت میتونم بیام مثلا از این اکسپرتی که استفاده میکنم توی یک معامله‌ای که میخوام باید حساب کنم که چند تا معامله میخوام باز کنم. اگه مثلا من قراره روی معامله 1% یا $100 ریسک کنم، باید حواسم باشه که الان 1% پولم درگیره. یعنی توی یک معامله باز 1% پولم درگیره. پس چقدر دیگه میمونه؟ 1% دیگه جا دارم که معامله باز کنم. حالا اینو میتونم تقسیم کنم که بین دو تا معامله 0.5%، یا اینکه میتونم یک معامله 1% دیگه باز کنم. اما خب گفتم حواستون باشه که اون تلرانس باعث نشه اون قانون 2% شما با یه درصد خیلی پایینی نقض بشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه هر گونه سوالی راجع به قانون‌های پراپ ها یا هر سوالی راجع به اکسپرت ها و نحوه استفاده از اکسپرت ها داشتید، با آیدی که توی کپشن گذاشتم با من در ارتباط باشید تا براشون ویدیو بسازیم. تا ویدیوی بعدی، فعلا.